خب این اتاقیه که قرار تبدیل بشه به دفتر کار. این دیوار رو میبینید، این قرار کلا طرحش عوض بشه، یه چیز خیلی خفن ازش در بیاد. امیدوارم که دوست داشته باشی. یکم از کاراش میذارم چون من نمیتونم موقع کار کردن گوشی دستم بگیرم، نمیتونم از همش براتون فیلم بگیرم. شارژ گوشیم تموم شد، نتونستم از این براتون کامل ویدیو بگیرم، ولی شما دیوار رو کامل نگاه بکنید که کاغذ دیواری کلا کنده شد. امروز می‌خوایم چیکار کنیم؟ می‌خوایم دیوار رو بتونه بزنیم که بعدش بریم برای رنگ کردن دیوار. هر کسا سلام. آموزش مراحلش هم بهتون آموزش مراحل چی رو؟ بهتون اینجا رو رنگ پریده. اینو نباید همینجوری بچینه کنیم، باید کامل بکنیم. بعد که کندیم یه تیکه سنباته میاریم. گوه خوردم، ناموسم گوه خوردم. من گوه خوردم. بازم گوه خوردم. سنباته تمام شد، میخوایم بریم وارد مرحله بتونه کاری بشیم. میکروفون یادم رفت بیارم متاسفانه، کیفیت صدا ممکنه با نویز براتون بیاد ولی اشکال نداره، بیشتر این ویدیو تایم لپسه ولی نتیجه نهایی کار خیلی خفن‌تر از اون چیزی که فکر می‌کنید. میخوام براتون آموزش بتونه رو بزنم، چگونه بتونه بزنیم. درش اول باید باز کنیم. این بتونه است، باید هم بزنیم. این آماده شد، بریم که بزنیم. این ناحیه مورد نظر این رنگ زردی که میبینین اینا همه به خاطر فلز لیسمونه، نو بوده و هیچ مشکلی نداره چون این زیرسازیه بعدا دوباره روش رنگ کنیم. حالا اینجا یه سری ترک‌ها داریم که خیلی عمیقه، به خاطر همین باید یه لایه بزنیم روش ولش کنیم، بریم یه نیم ساعت یه ساعت جاهای دیگر رو لکه‌گیری کنیم، دوباره برگردیم روی همون دوباره بتونه بزنیم که لایه خوش بشه و اینا ترک می‌کنه. الان بریم رنگ توسی رو درست کنیم. رنگ توسی رو با چی درست می‌کنیم؟ مایع سفید با یه مقدار اکریلیک مشکی کم کم قاطیش می‌کنیم تا به رنگ دلخوانمون برسه. رنگش خراب نشده؟ نه این چون رنگ آماده بوده آب انداختیم. همشو ریزی؟ چقدر سیاهه. شد بعد از هم زدن با تشکر از دایی عزیز. این شد رنگ توسی استودیویی. حتی از این تیره ترش هم میتونیم بکنیم، ولی اگر خواستین از این تیره تر بکنین حتما مطمئن باشین که نور پردازی خیلی قوی توی سالنتون داریم، یعنی جواب نمیدم. این وضعیت دست ما. یه سری کارا رو کردیم، دیوار رو کامل رنگ زدیم، خیلی کار مونده. امروز از ساعت 3-4 من اینجا، الان ساعت 8، خیلی کار هنوز مونده. یه سری کارهای دیگر هم باید انجام بدیم. این نتیجهشون چیزی که من خودم چیدم میستی که بوم میتره کنه مغزتو. تا اینجا کار شما اتاقو ببینی توسیش چه قشنگ شد. دایی برنامه برای اینجا چیه؟ توضیح میدی؟ برنامه اینه که این موزیک درخواستی بذاریم که پرانرژی بریم جلو. موزیکو کپی رایت میزنه یوتیوب. نه بدون کپی رایت شما کپی اصلا پلی نمی‌کنیم، چیه میگی؟ کپی واسه ما افت. خب یه دور گوش می‌دیم فقط. یه دور اینجا رو توضیح میدی قراره چی بشه؟ این جایی که الان ما می‌خوایم رنگ کنیم، رنگ زرد براش خریدیم.
این زرد رو با این ست کردیم. قبل از اینکه کار اصلا شروع کنیم نشستیم مثل عکساتی که متقاعد دیدیم تشخیص دادیم که این رنگ با این کار و به این ابعاد اینجا میاد. این رنگ زرد هم که گرفتیم دستسازه، یعنی با هوش مصنوعی ساخته شده. دستگاه میزنی رنگ‌ها رو ترکیب میکنه، کد رنگ میدی، کد رنگ میده. اینم کد رنگمون 1190 هر جایی بریم همون کد رنگ میتونیم استفاده کنیم. اینم کیفیت رنگ. امروز روز چندم ما داریم اینجا کار میکنیم؟ دوم. روز دوم جمعه است. به نظرتون چند روز این کار طول میکشه؟ خلاصش که این توسیش، این انبه‌ایش که اینجا، حالا من نتیجهشو براتون بزنم شما سورپرایز میشین. اینجا قراره یه طرح خیلی قشنگ بیاد. اینجا هم توضیح بده دیگه قراره بشه. اینجا قراره نارنجی بشه. یه دونه خط اینجوری با همین برچسبی که زدیم با همین ابعاد و اندازه. اینجا قراره میز بیاد، میز کامپیوتر تا اینجا. یه طرح ولکان خیلی قشنگ اینجا بیاد. حالا اینجا قراره میز بیاد، یه طرح خیلی زیبا اینجا بیاد. بعدش هم که شروع کنیم به تولید محتوا. الان بچه‌ها همه میگن تو خودت هیچ کاری نکردی. همه داییدن. دایی نزنی حرف کارگردانی، فیلم برداری. باید بیل برداری. الان ببین الان شاید برای بچه‌ها سوال بشه چرا اینا رو ما رو کاغذ دیواری زدیم؟ چون این رنگ یه رنگ چطوری بگم یه حالت نوستالژی توری بهتون میده. به خاطر همون هر چه آدم رنگ داشته باشه دقت کنید کاغذ دیواری جو برجسته است، رنگ داره. همین برجستگی و رنگ هم روی همین میشینه، یعنی اونقدر زشتی نمیشه. الان تو دوربین رنگش معلوم نیست. چون نور زرد روشن کردیم، هوا داره تاریک میشه، باید نور زرد حتما روشن بشه که سایه ها رو رنگ ها رو بتونیم ببینیم. خب ببین ما طرح رو قراره که یه خطای مشکی اینجوری بیاد مثل طرح چی بود؟ امرجنسی نه کاشن وانتد نه احتیاط چه وانتد نه باستر نه نه وانتد میشه تحت تعقیب. دنجر آفرین. یا میخوایم آن رو دنجر بزنیم اونجا، یعنی این دنجر هستش. این رنگ با یه دونه خطای کج این برا این مرتا بالا داره که مشکیه. البته ما چون رنگ توسی داریم میخوایم توسی کار کنیم، چون اون برم نارنجی توسی شد یه جورایی، میخوایم با اون بر ست بشه رنگمون. پس مشکی ما کلا حذف کردیم، میخوایم از توسی استفاده کنیم. نزدیک 9 هوا تاریک بیرون. امروز روز سومیه که داریم کار میکنیم. دیگه بریم برای آنباکس کادر اصلیمون. بعد 3 روز کاغذی‌های اینجا رو کندیم. روز اول بستون کاری کردیم، 3 دور 4 دور رنگ زدیم، رفتیم رنگ سفارشی زرد گرفتیم، البته نارنجی رنگ سفارشی گرفتیم، اینجا رو باش رنگ کردیم. بعد این رنگ‌ها رو روی کاغذ دیواری زدیم به خاطر اینکه طرحدار بشه، نمی‌خواستیم ساده باشه. اینجا هم که بازم براش برنامه داریم. هنوز مونده. بریم برای بعد. ببینید بچه‌ها این قراره به میز کامپیوتر اضافه بشه. اینجا قراره تا اینجا میز کامپیوتر بیاد. یه همچین فرقی میشه. خب ما خسته و کوفته دیگه اومدیم و زباله ها رو هم انداختیم توی سطل زباله. بریم الان چیکار کنیم؟ نظافت رو رعایت کنین. النظافت من الایمان برادر من. نظافت رعایت کنین. خاموش بشه. الان داریم میریم یه چایی بزنیم خستگیمون در بره. در نرفت دیگه با لغت میافتیم دنبالش دیگه تا در بره. خسته نباشی آقا. سلامت باشید. بده شیش داری؟ بده شیش. دست شما درد نکنه آقا مرداد که ما به شما خیلی زحمت دادیم. قربونت برم، کاری نکردیم که دیگه وظیفه بود دیگه، باید انجام میدادیم. کار انجام شدنه باید انجام بدیم بچه‌ها. نگاه نکنین بگین الان وقتش نیست، الان بده بره.
باید انجام بدی بره، نباید چیزی بمونه چی میشه؟ فاسد میشه. کار تمام شد. خلاصه‌شو بگم همه کارا رو انجام دادیم، فقط مونده یه استیکر، یه دونه هم میزی که براتون بشکنش زدم. آره بشکنه رو ردیفش کنیم، یه میز بزنیم و یه دونه استیکر رو. آره خورده ریز مونده، ولی این خورده ریزا همیشه بیشتر از کارهای بیروش طول میکشه. یه حداقل ترین حالتش اینه دیگه، دغدغه رنگ کردن و تمیز کردن و کثیف کاری نداریم، تمیزکاری هست دیگه. ایوه تمیزکاریه. آقا مخلص همتون. ببینیم فقط ببینیم چه میکنه مانی. اینم نتیجه نهایی کار. همه وسایل رو چیدیم. البته یه مقداری باید رو نورپردازیش بیشتر کار بکنیم. اینجا اگه نگاه کنید ببینید که 6 تا کاب داریم، یه دونه وای فای ماهانت، یه دونه وای فای اکسس پوینت برای زیتل و نتیجه کار